بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیز. در ویدیوی امروزی به ادامه بحث‌های قبلی Declining Balance Method و یا هم روش نزولی روش بحث میکنیم که یکی از روش هایی است که به منظور سنجش فرسایشات مورد استفاده قرار میگیره و در این روش فرض ما به است که مقدار فرسایش یک دارای ثابت در دوره های اولی و یا هم در دوره های نخست بیشتر بوده و در دوره های بعدی کمتر می باشه. یعنی زمانی ما از این روش استفاده میکنیم و این روش به کار میبریم که دارایی ما به شکلی است که میزان فرسایش در دوره های اولی بیشتر می باشه و به مرور زمان مقدار فرسایش کاهش پیدا میکنه و فرمولی که ما به خاطر پیدا کردن فرسایش در این روش استفاده میکنیم این فرمول است که ما مقدار مصرف منفی accumulated depreciation و یا هم فرسایش تخصیص یافته میکنیم و بعدش ضرب 1 تقسیم بر عمر مفید که در واقع امون نسبت و یا نرخ فرسایش میشه. خب به منظوری از این که این موضوع بیشتر واضح شود مثال را پیرامون از این کار میگیریم. مثال به قسمی است که ارزش ابتدایی و یا هم مصرف ابتدایی ما یا قیمت تهیه ما در حدود 10,000 است و useful life و یا هم عمر مفیدی کمپانی ما دارایی ما حدود 4 است، یعنی 4 سال یا هم 4 دوره‌ای که هر دوره‌ای که بوده باشه. خب معمولا زمانی که ما از روش declining balance method استفاده میکنیم salvage value و یا هم ارزش باقی مانده را معمولا در نظر نمیگیریم و مقدار ارزشی که در پایین دوره ها حاصل میشه من حیث salvage value در نظر گرفته میشه. خب به منظور از این که ما بخوایم مقدار فرسایش دارایی در طول دوره ها با استفاده از روش استفاده بکنیم ما قرار جدولی که شما میبینین قرار جدول به پیش میرویم. خب opening book value و یا هم ارزش دفتری دارایی ما در آغاز دوره اول معلوم است که حدود 10,000 است. خب حالا 10,000 میتونه هر واحدی پولی بوده باشه، میتونه افغانی بوده باشه و یا هم هر واحدی پولی دیگه. خب با منظوری از این که ما مقدار فرسایش در دوره اول سنجش بکنیم از فرمولی که شما در قسمت بالا میبینید از این فرمول استفاده میبریم. از این قسمت مساوی میشه به cost منفی accumulated depreciation و یا هم فرسایش تخصیص داده شده و یا هم فرسایش جمع شده. خب از اینکه ما در دوره اول قرار داریم و فرسایش جمع شده نداریم پس این ارزش به اندازه 0 است ضرب در 1 تقسیم بر useful life و یا هم عمر مفید که اینجا 4 است. خب ببینیم که مقدار فرسایش در دوره اول با استفاده از روش 2500 میشه و مقدار فرسایش جمع شده هم 2500 است چرا ما در دوره اول قرار داریم. خب closing balance و یا هم ارزش باقی مانده دارایی ما در پایین دوره اول مساوی میشه به 10,000 منفی 2500 که مساوی است به 7500. خب در دوره بعدی opening balance ما در واقع closing balance دوره قبلی ماست، یعنی مقدار ارزش دارایی ما که در پایین دوره اول مانده من حیث بیلانس افتتاحی دارایی در دوره بعدی قرار میگیره. خب در دوره بعدی opening balance و یا هم ارزش ابتدایی دارایی ما حدود 500 است که در واقع همون کلوزینگ بالانس دوره اول است. خب ما با منظوری از این که بخوایم فرسایش دوره دوم سنجش بکنیم باز هم از فرمول استفاده میکنیم که cost منفی accumulated depreciation که حالا داریم ضرب در 1 تقسیم بر عمر مفید مساوی میشه به 1875. خب حالا accumulated depreciation ما مساوی میشه به این ارزش از دوره قبلی و فرسایش دوره فعلی ما حدود 4375 میشه و closing balance و یا هم مقدار باقی مانده و یا هم مقدار باقی مانده یا هم ارزش باقی مانده دارایی ما در پایین دوره مساوی میشه به 10,000 منفی
خب کلوزینگ بالانس ما در دوره دوم مساوی میشه به ارزش دارایی در ابتدا منفی مقدار فرسایش جمع شده که مساوی میشه به 5625. به این شکل اوپنینگ بالانس دوره سوم ما در واقع کلوزینگ بالانس دوره قبلی است که حدود 5625 میشه. خب حالا در این دوره اگر بخوایم فرسایش سنجش بکنیم، از این قسمت کاست و یا هم ارزش ابتدایی منفی اکیومیلیتد دیپریسیشن ضرب در 1 تقسیم بر عمری مفید که مساوی میشه به 460 و یا هم 1406. خب اکیومیلیتد دیپریسیشن مساوی است به فرسایش جمع شده دوره قبل و فرسایش دوره فعلی که مساوی میشه به 5781. خب حالا کلوزینگ بالانس ما مساوی میشه به مصرف ابتدایی منفی تخصیص فرسایش جمع شده که مساوی میشه به 4218. خب در دوره چهارمی باز هم اوپنینگ بالانس ما 4218.75 خواهد بود و مقدار فرسایش شما را که ما اگر خواسته باشیم سنجش بکنیم initial cost minus accumulated depreciation ضرب در 1 تقسیم بر عمری مفید دارایی ما که مساوی میشه به 1054. خب حالا accumulated depreciation در دوره چهارم مساوی میشه به از دوره قبل جمع فرسایش دوره جاری که مساوی میشه به 6835 و ارزش باقی مانده در دوره چهارم مساوی میشه به initial cost minus accumulated depreciation که مساوی میشه به 3164. خب حالا بعد از این مرحله بستگی به تصمیم رهبری یک کمپانی داره که آیا رهبری کمپانی استفاده از دارایی را متوقف خواهد ساخت و یا هم به دوره های بعدی را موکول خواهد کرد. خب اگر دارایی به شکلی بوده باشه که بتونه به دوره های بعدی استفاده شه و به این شکل محاسبه در دوره های بعدی هم به پیش خواهد رفت، و اگر به قسمی بوده باشه که دارایی دیگر نتونه مورد استفاده قرار بگیره، پس این ارزش باقی مانده من حیث سلوج ولیو و یا هم ارزش باقی مانده به حساب میاد. خب به این شکلی که ما در نخست گفتیم که این روش نزولی و یا هم declining balance method است، پس به این اساس قسمی که شما میبینین مقدار فرسایش از دوره اولی الی دوره آخری سیر نزولی داشته، یعنی با وجودی از اینکه نرخ فرسایش و یا هم نسبتش که 1/4 بود اما حدود 0.25 و یا هم 25% میشه، ولی مقدار فرسایش از یک دوره به دوره دیگه فرق میکنه و معمولا سیرش نزولی است. یعنی ما در دوره های اولی مقدار فرسایش بیشتر داشتیم و در دوره های بعدی مقدار فرسایش ما کمتر بوده. خب این هم بود روش نزولی و یا هم declining balance method و منظور فراگیری روش های بعدی منتظر ویدیوهای بعدی باشه.